فائق آتشین با نام هنری گوگوش از خوانندگان و هنرپیشگان قبل از انقلابه. در این ویدیو از دوران کودکی گوگوش از تولد تا کار با پدر و ازدواج‌هایی که داشته براتون میگم. اگر از طرفداران این خواننده پرحاشیه و زیبا هستید و به دنبال بیوگرافی کامل گوگوش میگردین، برای آشنایی با اون با من در حاشیه بازار همراه باشید. من سحرم، امیدوارم حال دلتون کوک باشه. گوگوش که نام اصلی اون فائق آتشینه، در 15 اردیبهشت 1329 از پدر مادر آذربایجانی که از مهاجران آذربایجان شوروی بود متولد شد. البته تاریخ تولدش در شناسنامه 18 بهمن 1329 ثبت شده. تنها 2 سال داشت که پدر و مادرش از هم جدا شدن. نسرین مادر گوگوش بعد از جدایی با شخصی یهودی ازدواج کرد و سرپرستی فائقه رو پدرش صابر آتشین به عهده گرفت. صابر آکروبات باز یا هم شومن دوره‌گرد بود و فائقه تا سن 3 سالگی در نمایش‌های خیابانی به عنوان همکار پدرش در عملیات آکروباتیک روی صحنه ظاهر می‌شد. اون در 3 سالگی استعداد فوق‌العاده‌اش رو در خوانندگی نشون داد و به خوبی کار آوازخوانان رو و رقصندگان رو تقلید می‌کرد. بعد از مدتی به اجرای آهنگ خوانندگان معروف روی صحنه پرداخت و مورد توجه افراد زیادی قرار گرفت. از اونجایی که پدر فائقه ساکن شهر سراب و مادرش از مهاجرین شوروی بود، در اون زمان نامایی مثل گوگوش، نیوش و مینوش در بین مهاجرین آذربایجانی خیلی مرسوم بود. به گفته خود گوگوش، صابر آتشین نام گوگوش رو برای بچهش انتخاب کرد، اما در اداره ثبت احوال اجازه ثبت این اسم رو ندادن و صابر نام فائقه رو برای ثبت در شناسنامه دخترش انتخاب میکنه و در محافل خانوادگی و غیر رسمی اون رو گوگوش صدا میزنن. بعضیا هم میگن دایه ارمنی گوگوش این اسم رو واسش انتخاب کرده که بعدها فائقه این اسمش رو برای نام هنریش انتخاب کرد. گوگوش بعد دبستان ترک تحصیل کرد چون مجبور بود همراه پدرش برای اجرا به شهرهای مختلف بره. با این حال استعداد فراوان اون مانع از موفقیتاش نشد. اجرای بی‌نظیر اون به زبان انگلیسی، فرانسوی و ایتالیایی درخشش اون در سطح بین‌المللی رو به دنبال داشته. این خواننده ایرانی تاکنون 4 بار ازدواج ناموفق باشه که خسته نباشیدم به خانم گوگوش میگیم. البته که شایعاتی درباره ازدواج مخفیانه گوگوش با داریوش قبل از انقلاب هم وجود داره. فائق آتشین در سن 17 سالگی با محمود قربانی کاواردار ثروتمند تهران آشنا میشه. این آشنایی در 18 بهمن ماه سال 1346 به ازدواج انجامید. 1 سال بعد در سن 18 سالگی این خواننده محبوب صاحب یک پسر به نام کامبیز میشه. محمود قربانی فردی دایم‌الخمر و بد اخلاق بوده و این ازدواج پس از 5 سال به جدایی کشید. گوگوش برای ازدواج کوتاه نیومد و در آبان ماه سال 1354 بهروز وثیقی که در اون زمان نامزد بهترین دوستش پوری بنایی بود ازدواج کرد. اونا در یک مراسم ساده و تنها با حضور دوستان نزدیکشون مراسم عقد رو گرفتن. با اینکه بی سر و صدا بود ولی این ازدواج تیتر خیلی از روزنامه‌ها در اون زمان شده بود. همسفر و پنجره از فیلمایی بود که این دوتا با هم اجرا کرده بودن. انگار گوگوش از ازدواج شانس نداشته و این ازدواج هم موفقیت آمیز نبود و بعد 1 سال خورده‌ای به جدایی کشید. فائق آتشین عقب نشینی نکرد از ازدواج و در سال 1356 با همایون مصداقی که در اون زمان صاحب چندی شرکت بیمه بود آشنا شد. بعد از مدت کوتاهی هم ازدواج کردند. ازدواج با همایون 12 سال خدا رو شکر دوام داشت، اما این زوج متاسفانه در سال 1368 هم جدا شدند. بله، خانم گوگوش سرسختانه ادامه داد و در سال 1376 با مسعود کیمیایی کارگردان معروف ایرانی ازدواج کرد. این زوج هنرمند در سال 1382 از یکدیگر جدا شدند، اما این دو هنرمند همچنان به نیکی از هم یاد میکنن. آفرین بهشون. گوگوش 73 ساله و رها اعتمادی 40 ساله از طریق شبکه مرتو با هم آشنا شدن. پدر رها گفته که گوگوش و پسرم ازدواج سفید کردن و قرار رسمی بشه همه چی، ولی خود گوگوش منکر شده بود. کامبیز قربانی تنها بچه گوگوشه و در لس آنجلس با موسیقی رپ ایرانی آغاز به فعالیت کرده. اما بعد از مدتی به شغلایی مثل بادیگاردی روی آورد. اون 2 فرزند به نام مایا و دارا داره. البته
شایعاتی در مورد شادی پهلوی وجود داره که شادی ادعا کرد که من حاصل رابطه نامشروع شاه و گوگوشم و از طریق آزمایش DNA نسبتش با خاندان پهلوی رو اثبات کرده و از کامبیز هم درخواست کرد که بیاد ترکیه و آزمایش DNA بده و خواهر برادریشون رو ثابت کنن. از فعالیت‌های هنری گوگوش به بازیگری و اولین ایفای نقشش در فیلم بیم و امید و ورود به عرصه خوانندگی در سن 15 سالگی و مجری برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی میتونم اشاره کنم. چند ماه قبل از انقلاب گوگوش به همراه همسرش همایون مصداقی به فرانسه و سپس سوئیس میره و از اونجا برای افتتاح یک کلاب به لس آنجلس دعوت میشن. درست همون موقع حکومت ایران تغییر کرد و گوگوش میدونست که برگرده ایران دیگه اجازه خوانندگی نداره و از طرفی تمام اموالش هم در ایران بوده و پول کافی هم برای موندن نداشته. بعد افتتاح کلاب 15 برنامه دیگه هم در لس آنجلس اجرا میکنه، اما دستمزدش رو نمیدن و با همسرش به کمک یکی از دوستاش به نیویورک میرن. بعد مدتی ریسک برگشت به ایران رو میپذیره و گوگوش در سال 1359 میاد تعهد میده که هیچ فعالیت هنری نداشته باشه و خونه نشین میشه. گوگوش بعد از 21 سال در سال 1379 موفق به دریافت پاسپورت شد و همراه همسرش مسعود کیمیایی از ایران خارج شد و دوباره فعالیت خودش رو شروع کرد. گوگوش همکنون ساکن آمریکاست و در سرتاسر دنیا طرفداران و منتقدان خودش رو داره. مرسی که تا پایان ویدیو با من بودید و با لایک و کامنتاتون از من حمایت میکنید و از پایین همین ویدیو با زدن سابسکرایب و زنگوله با من همراه باشید.